خیلی حسابته ولی میتونم حسام درخشانی سام درخشانی. سلام بچه‌ها به یه ویدیو یوتیوب دیگه با من خیلی خوش اومدید. امروز هم برنامه‌مون مهمونش آنا هستش. قراره که یه بازی خیلی هیجانی و باحال داشته باشیم، با ما همراه باشید. این سری برنامه‌مون مجازاتم داره. رفتم از این خریدم. شاید پرسید این چیه؟ نمیدونم که نه. اینا یه سری بهش میگن خاک ژله‌ای. خب خاک میخوام بدم بخوری. بیرنگاست یا بیرنگ؟ علاقه مال گلدونه ولی ما میخوایم بخوریم. و خیلی کیوتن. آخه بزرگ که میشن خیلی خوردنی و نام میشن. دوست دارم ببینم که چجوریه واقعا. اگه ببازم با کمال میل میخورم. تازه وقتی که داشتم میرفتم بپرسم از آقای گفتش که میتونید بخوریدش. یعنی گفتم که یه بچه میتونه اینو بخوره، گاز بزنه اوکی میشه. گفت شاید چیزیش نشه. حالا برنامهش به این صورته که ما 3 کلمه‌ای که یادآور یه دونه کلمه است. مثلا دورسا یادآورش مثلا هودی صورتی موهای بلون با خونه که تازه تعریف کرده میشه. مثلا من با حس بزنم که او دورسا اون داستان. خب اینطوریه جریانش. شما با ما حدس بزنید و اینکه شما بردید وقتی چند بردید و باید کامنت رو بگید. سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بریم سراغ اولیش که جوابش هم میدونم و میخوام به عنوان مثال اینو اجرا کنم تا شما بهتر متوجه بشید که داستان چیه. یه بازیگره خب که به این 3 کلمه مربوطه: ساختمان، بدلکاری، جنگ، که جوابش میشه آقای تام کروز. اوکی بریم بعدی. بازیگر بزن. چش رنگی، پژمان جمشیدی، کمدی. سام درخشانی. پژمان بازی کیه؟ اونم چش رنگیه. بذار ببینیم. سام درخشانی بود. قبول نیست. خدا نگاه نکردم. بعدی غذا: پنیر، قارچ، مرغ. پیتزا. درست گفتیم جفتمون با. خب زرشک، زعفرون، برنج. زرش پلو. خواستم بگم تهدیگ مرغ. شیرین پلو بود. شیرین پلو چی؟ زرشک، زعفرون، برنج. حالا شیرین پلو خوردی. از شیرین پلو متنفرم. اشیاء: رنگ، طرح، موزه. کوزه. تابلو نقاشی. من بردم بازم. مو گرما حالت. اتومبیل. بابلیست. نه دایسون حالا. خب بریم ببینیم واقعا چی بود. میتونم حسابت کنم. ببین من خیلی حسابته ولی میتونم حسابت کنم. بچه‌ها ببینین چی کار داره با من اینجا میکنه. خب تیم فوتبال: ستاره، تهران، لیگ برتر. استقلال. ببین من اصلا فوتبال بلد نیستم. منم فوتبالی نیستم. استقلالی یا پرسپولیسی؟ فوتبالی نیستم. خب نه کلا باید حدس بگی. قرمز بیشتر دوست دارم. آفرین. منم به دلایلی که خودم فقط میدونم پرسپولیسی ام. نه من پرسپولیس بود. تو چی گفتی؟ من حدسی نزدم چون اصلا فوتبال بلد نیستم. امتیاز مهارت منفی. دادیم. اسپانیا، پرطرفدار، زیدان. اسم یه فوتبالیست داره من نمیشناسم. زیدان کیه؟ همون که زنش جورجینا بود. رونالدو مثلا میتونیم بگیم. نیمار کجایی؟ رئال. اصلا مثل که اسم آدم نبود. ما خیلی فوتبالیم. اصلا کره، کوبه، معروف داخل لوگو. حروف. ماشینه. حروف داخل لوگو. حروف داخل لوگو. کره، کوبه، کوپه. کورسون. ماشین کره‌ای که کوپه است. حرفم داخل لوگوش هست. نه خواستم بگم نه فولکس. نه بی ام و که آلمانی. کره‌ای. بزنم کنم. تو کره‌ای بود. بچه فکر می‌کردم اوکی
آمریکا من خودت هم بلد نبودی. ببخشید قربونت برم. اسم. آمریکا اسپورت اسب، همون فراری آره. فراریست، فراری. اسب. موستانگ. اطلاعاتمون رو صد واقعا نمیشه. بریم واسه یه تستش. فکر نکنم شما بتونید ببینیدش. وقتی که هم میخوره مشخصه که چه خبره. اینم از بالا گرفتیم، ببینید چجوریه. مثل برشتوک سعی کن فکر کنی که برشتوک. سه تا ازش در اومد. گوشیتو بذار یه ذره اونورتر که قیافت معلوم شه. بریم بخوریمش. مزه چی میده؟ خیلی با اشتباه میخوری. ببین شبیه مزه پلاستیک پاستیل میده. میمونه. نه مزه پاستیل میخوری؟ نه مرسی. به خدا خوبه. به خدا مزه پاستیل میده. یه ذره ته مزهش تلخه. اصلا جالب نیست. نه بد نیست. اوکیه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. من فعلا که سالمم، اوکیه، مشکل نداره. ناخونامو 3 تا سیسی. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. دوستتون دارم. اگه خواستید بازم با مانا ویدیو واسهتون بگیرم، بهم حتما بگید. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی، خدافظ.